سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیوی من معریب گیمر هستم و امروز اومدیم که پارت 6 بازی GTA Vice City رو با هم بریم. امیدوارم از این سری بازی تا اینجای کار خوشتون اومده باشه. یادتون نره که اگه تا اینجای کار از ویدیوهای ما خوشتون اومد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله هم بزنید که از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو تو بخش کامنت ها بنویسید. لینک صفحه اینستاگراممون هم اینجا میاد، اگر دوست داشتید اونو برید فالوش کنید. این پارت رو از دست ندید، قرار اتفاقات جالبی بیفته. بزن بریم. دوستان عزیز، اگه تا اینجای کار پلیلیست بازی GTA Vice City رو ندید توصیه میکنم که ببینیدش، از دستش ندید. بله اینجا هم کلا یادشون رفته دوبله کنن و بی صدا، ولی خب بذار من خلاصه طور یه ریتمی ازش بگم. حالا کاتسین رو رد کنیم، دوبلش که نکردم. آره ظاهرا لنس افراد دیاز لنس رو گیر انداختن و اون الان دارن شکنجهش میکنن. مثل که دیاز متوجه شده که ما قصد داشتیم که علیهش توطئه کنیم و این داستانا، و لنس خورده زود عمل کرده، زود دست به کار شد و همین مسئله اونو گیر انداخت. لنس طاقت بیار، من دارم میام، صبر کن. خب یه نکته اساسی بگم، سعی کنید که به این ماشینی که اینجاست بزنید. هر سری ماشین عوض میشه. خوبه. خب الان اومدیم بیرون. Sorry, but I need that. دیگه لعنتی. دمتون گرم، اینا اومدن کمک. البته اینا محله شونه اینجا و ولی کمک به من طبیعتا نیومدن. بفرمایید. ما اینجوری راسته میریم، نصف خونه لنس مونده. لنس طاقت بیار که من دارم میرم. وای از پشت هم نمی‌کنی که صافت بفرمایید. بفرمایید. باک اوضاع خیلی دید. بفرمایید. خب زیاد از جون لنس نمونده. لنس طاقت بیار، اومدم. برنامه من داره از بین میره، اونم به لطف تو. واقعا که خوب خرابکاری کردی لنس. وای لنس منو کشته بود، توقع داشتی چیکار میکردم؟ ما باید قبل از اینکه دیاز کلکمونو بکنه بریم سراغش. میتونی از اسلحه استفاده کنی؟ حتما. فکر کنم منم از دیدنتون خوشبختم. بهتر از بله از دیدن من خوشبختم. مرسی. حاجی اون همینجوری داره خونریزی میکنه. بله خیلی اوضاع خیته. ما هم زیاد اشپیمون بالا نیست، 43 اشپیمون و دیدید که چطوری سرویس شدیم. محل سختیه. البته اینم بگم حالا سختی قسمت اول اینجا بود. کارمون تموم نشده، بازم افراد دیاز داستان داریم. بله همشون واسه اینکه نگشتم، یکی دو تا مونده. نگاه کنید اینجا رو. بله تازه داستان از اینجا شروع میشه. یه 7 8 تا ماشین الان میاد تو. نگاه کن به صورت دیوانه کننده. یا حسین نگاه کن اینطوری با شما به صورت دیوانه وار میزنم به ماشینتون. واقعا داستان شده. من داشتمونم برسیم بیمارستان. ایوه بدیم وسایلتون رو جمع کنید. وسایلتون رو جمع کنید. به هم ملحق شید. باشه به من ملحق شید. آجی یه نفره جمع چرا به کار میاد؟ جمع میاد ملحق شید. سنی. بله این ماموریت ما موفقیت رد کردیم. تو بازم ماموریت داریم، بعد بریم سراغ دیاز. کی زنگ میزنه؟ تامی من کورتز هستم. ببین فرانسوی دارن برای من مشکل ساز میشن. اونا دورو هستن. اونا
100 ساله که کشورهای فقیر رو استعمار کردن. اون وقت به من میگن دوست. من به زودی به کمکت احتیاج پیدا میکنم رفیق. پس عجله کن تامی، من به تو احتیاج دارم. از فرانسویا متنفرم. بله این کسی که ما زنگ زد کورتز بود. کورتز تو پارتای قبلی اگه دیده باشیدش من ماموریتاشو رفتم رو الان ما زنگ زد و تو یکی از پارتای قبلی ما یه چیپ نظامی رو از یه دونه فردی که فرانسوی بود، یه دونه فرد دولتی فرانسوی میدوزیمش و همین قضیه باعث میشه که دولت فرانسه به قصد قتل کورتز داشته باشن. بریم پیش لنس و کار دیاز رو سر کنیم. واقعا این اگه تا اینجای ویدیو اومدید این قسمت رو از دست ندید، این مرحله رو از دست ندید. خدایی یه مرحله جذابیه و بعد از این مرحله شاید تغییرات زیادی تو روند بازی هست. خب بریم سراغ آقای دیاز عزیز. لنس هم اومده ایوان. یه تفنگ و چند تا موشک توی صندوق عقبه. موشک؟ اینا رو از کجا آوردی؟ نگرشون داشتم. خوشت میاد؟ آره بله دیاز هم اینجا نشسته. خب توجهش به دوربینا جمع میشه. اگه فیلم اسکارفیس رو دیده باشید اون اتاق تقریبا براتون آشنا میزنه، این صفحه های تلویزیون و بله بعد دیاز رو بکشیم. دشمن میشه، مراقب باش. نگران نباش تامی، من مراقبتم. خب از این ور بریم. خب اصلا همون غیب شد. خب بعد اون رفقای کنارش هیچ ریاکشنی نشون ندادن. تیل خود به دوستشون هیچ ریاکشنی نشون ندادن. همیشه آروم و من چقدر خوشحالم. اینم از تو و همیشه آکنشی نشون بده بیو من حمله کنم. شاید من دور وایستدم برم. خب من از این قضیه سوء استفاده میکنم. پاک بابا نایس. لنس بدار زد ایوان. خود که بدن نمیخوره اصلا. بیا کنیم رو ایوان. لنس هم جندازش نایسه واقعا. واه تکتیر میزنه. وان شاتشون میکنه ایوان. بیا منم یک کمکش کنم. خب از این برم یاد باید اون تو باشه. ای دیاز لعنتی دارم میام. شل کن اومدم. یا کنید با اینم از این. مازین باش. اوه دیاز اومد خودش. دیاز اومدم که کار تو بسازم. تامی احمق تو به من خیانت کردی. واسه کنه دیاز اول سر بود. که اومد که صفتایم کار کرد.
رفت آخر. اوکی دیاز هم زدیم. ایول بله دخل دیاز اومد. افرادش هم کشته شدن. ترسای احمق، خونه قشنگم، ببین چه بلایی سرش آوردی. این به خاطر برادرمه. سامی من به تو اعتماد کردم، من تو رو به اینجا رسوندم. خداحافظی تو بکن آقای دیاز. بله کار دیاز هم تموم کردیم و از این به بعد قصد دیاز متعلق به ماست. ایول $50,000. خوبه $50,000 واقعا پول کمی نیست، پول خیلی زیادی هم هست. ایول خب ماموریت ما بعدی باید دکوراسیون اینجا رو تغییر بدیم. ما باید کاری بکنیم که قدیمی تر به نظر بیاد. من این منظره رو نمیتونم تحمل کنم. نظرت چیه که یه استبلم درست کنیم؟ تو وکیل من هستی روزنبرگ، نه طراح دکور من، فهمیدی؟ گوش کن، الان وقتشه که کنترل شهر رو به دست بگیرم. ما احتیاج به یه قلم رو جدید داریم تا وایس سیتی بفهمه که نقشه های جدیدی توی راهه. میفهمی چی میگم؟ تامی تنها چیزی که احتیاج داری یک وجهه مقبوله و مشروع است. معامله املاک هیچ ضرری برای من نداره. کی ما باید از عضلاتمون استفاده کنیم یا باید با کار سخت خداحافظی کنیم؟ آهان میتونیم رشوه دادن رو امتحان کنیم. رشوه؟ لعنت به رشوه، دیدم چطوری ترسوندی شد. بله اتفاقی رفتم ماموریت انجام دادم و چاره دیگه نیست و باید بریم سراغ تک تک مغازه‌ها تو شهر و بزنیم سرویسشون کنیم. حالا میریم تو کارش. اومدیم به ما یه حق چی میگن پول حفاظت هم درست خلافکارات از ایام قدیم مثلا میرفتن میشه مغازه‌ها و مغازه‌ای که و بهشون میگفتن ما در ازای خدماتی از شما حفاظت میکنیم و شما در ازای اون حفاظت باید ما پول بدید و ما الان هم دقیقا همون کار میکنیم. باید بترسونیمشون و کاری کنیم که ما پول بدیم و الان اون حق حفاظت اون پروتکشن مانی رو به ما نمیده. یه پاساژی هست اینجا تو وایس سی و یه خورده جلوتر هستش. با بریم داخلش. Can you tell me the way back to Star Island? این اولیش، اینم دومیش، اینم سومیش. اینم بعدی، اینم بعدی. زندگیم نابود شد. ریسیتی اسمم یادت باشه. بله الان به صدا اومد ما 2 ستاره شدیم. چی بهتر از این؟ یه کنید با خب باید برای مغازم شیشه هاشون رو بیاره پایین. این مگس میمونن. بله نمایشگر قشنگه. بله خب 4 ستاره شدیم. ایول بله 4 ستاره شدیم. ایراد نداره. اینا چیزیه برام. یه دونه پنجره مونده. مغازه قشنگه. بله 5 ستاره. فاکینگ 5 ستاره. خب الان از الان میتونیم ملک و املاک تو شهر بگیریم و کسب و کارمون رو گستردهش کنیم. ولی میتونیم اینجا بیان بگیریم و بعد از یه مدتی میتونیم سودش رو رسید کنیم. خب راهش اینه. شما این ماموریت رو انجام دادید و میتونید بعدش برید تو شهر کسب و کارات تجارت‌های مختلف رو صورت اکثر اینا یا غیر قانونی یا قانونی میاد خریداریشو میکنید و بعد این مدت اینا بهتون سود میدن. خب این چه لباسی داره اینجا؟
نایس باله. کی زنگ میزنه؟ تامی من برات یه سورپرایز دارم. بله دیگه من نمیای یه سری به ما بزنی؟ میدونی شاید خوشت بیاد. بعدم میبینمت. بله نمیدونم کیه برای ما سورپرایز داره ولی میبینیم متوجه میشیم کیه برای ما سورپرایز داشت. کی زنگ میزنم؟ سلام پسرم، زنگ زدم که یه مقدار نصیحتت کنم. سلام ایبری، چه خبره؟ اگه به موقع بجنبی توی این شهر موقعیت‌های خوبی هست. بررسی میکنم. خب تمام چیزی که بهت میگم اینه که چشماتو باز نگه داری. اون وقت شاید بتونی یه موقعیت کاری پیدا کنی. بعداً میبینمت ایبری. همه زنگ خور شدیم. چطوری؟ سلام سانی. آره سانی هستم، رفیق قدیمی. نه برام نامه دادی نه زنگ زدی، انگار دیگه با هم دوست نیستی. من مشغول مرتب کردن کارها بودم. نکنه فکر کردی اینجا کلی ازم حمایت میشه؟ تقصیر از من بوده. به هر حال شنیده بودم که سرت شلوغه و مشغول کشتن قاچاقچی‌های مواد هستی. همینطور که مشغول کارت هستی ما رو یادت نره تامی. چون بهت اطمینان میدم منو نمیتونی فراموش کنی. بله سانی فورلی که پارت اول معرف حضورتون هست. امروز کلا زنگ خور داریم تا الان 3 بار به ما زنگ زدن و این زنگ‌ها رو من کات نمی‌کنم میذارم تو ویدیو باشن ولی به ما زنگ زد رو نمیتونیم منو فراموش کنیم. ولی 2 بار تا الان ما زنگ 3 بار فکر کنم تا الان ما زنگ زده و هر سری دنبال پولشه که پولشو بسلفه از ما. آقای نوروز خدایی این کورتز به ما زنگ زده بود ببینیم ما چیکار داده. آقای کورتز عزیز شرایط اقتضا میکنه که اینجا رو سریع‌تر کن. مشکل چیه؟ فرانسویان قطعه تکنولوژیک رو میخوان پس بگیرن. به نظر میرسه که حاضرن هر کسی رو قربانی کنن. خب امن‌تر نیست که پرواز کنی؟ قبل از اینکه به بخش بازرسی فرودگاه برسم منو میکشن. به علاوه من باید جنسمو از کشور خارج کنم. احتیاج به اسلحه دیگه ای داری؟ دوست من تو به اندازه 10 تا اسلحه ارزش داری. بله الان آقای کورتز که میخواد از این شهر بره و دولت فرانسه هم دنبالش بیاد میخواد دستور قتلش رو داده و میخواد به هر نحوی شده اون تکنولوژی ارزشمند نظامی رو پس بگیره. اینجوری که وش بیاد با این محل سخت و نفسگیر رو ببین. اینا رو میبینید که با قایق ظاهرا با هم یه سرویس میکنن. قایقا رو بزنیم. دوربین ببین لعنتی. ببین تیرام همه خطا میده. نیستم آقا مولا. دوربین چیه مشتی؟ چی میگی؟ خوش میدی؟ خب سری اولشون رو زدیم نبودن؟ تموم شدید؟ خب بازم هستن مثل که بله راه مسدود کردن. لعنت بر شما من انتقام خواهم گرفت. از اینجا نمیشه پایین رفت؟ شبت به سمت پل روبرو. از اینجا نمیشه. خب چیز رست من نیست. از اینجا میشه رفت پایین؟ خوب من سرویستون میکنم. بله گان به ما داده ایول. اوه خدا جبر اونا یه هلیکوپتر دارن. تامی به نظر میرسه که فرانسوی‌ها به ما خیانت کردن. هلیکوپتر رو باید هر جور شده بزنیم. کشور من تو رو دوست خواهد داشت.
بله هلیکوپتر آتیش گرفت ویور زدیمش. نایس. به نواز که عالی مینوازیم. که فرانسویا به ما خیانت کرده. به هلیکوپتر شلیک کنید. هر طرفو که نگاه باز هلیکوپتر می‌کنم اومد. یه فرانسوی می‌بینم. حالم به هم می‌خوره. هلیکوپتر باید بزنیم. تامی اون هلیکوپتر رو بزن. این برای دیاز، این همبرگر هم برای نونهای فرانسوی. احمقا نکن. خب این که باید بزنیم. میزنیم. دشواری نداریم که. شما هلیکوپتر جنگی فرستادن. واقعا سرویس شدیم. آجی با موشک منطقی تر بود. با موشک میزنیم ما خلاص میکردیم. بله خلبانش رو زدیم. الان سقوط میکنم. خب دخل همشون هم آوردیم. خب کورتز جان دست منو بیا ببوس که تو رو نجات دادم و دست بوسی کنید دیگه خاطر این زحمات من. خندید تا قلبی سالم داشته باشید و فشار خونی متعادل. تو ماستو خوبی از من محافظت کردی و من خدمت کردی، اما الان باید ما رو ترک کنی قبل از اینکه به دریای آزاد برسی. من قایق اختصاصیمو بهت میدم، اونو به عنوان نشانه از قدردانی از من نگه دار. ممنون سرهنگ. یه خواهش دیگه هم دارم، وقتی که من نیستم میتونی مراقب مرسدس باشی. فکر کنم که اون بتونه از خودش مراقبت کنه، ولی اگه تو میخوای حتما. ممنونم دوست من. خدا حافظ. خدا حافظ. مرسدس دختر کورتزه. بله قایق به ما داد. 5000 دلار به ما داد. پرداختش خدای بدک نیست ولی خب میتونست بهتر باشه. این همه سرویس شدیم سر این ماموریت واقعا ارزش 20000 تا داشت. کی زنگ میزنه؟ سلام تامی، پو هستم. بله کنتوال. فعالیتای تو حالت دفاعی گرفته. ولی نصف نیمه دوبلش کردن. بگذارید موقعیت خیلی حساسه، بنابراین مراقب خودت باش و منم یادت باشه. باش کنتوال به ما زنگ زد. اوکی. خب دوستان عزیز مرسی از اینکه این ویدیو رو دید. امیدوارم تا اینجا که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. اون زنگوله بغلش هم بزنید که از ویدیوهای ما بعدی ما باخبر بشید. این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. لینک پیج اینستاگراممون هم اینجا میاد، اگه دوست داشتید فالوش کنید. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو اومدید. دوستتون دارم. تا پارتای بعدی خداحافظ.